الحمدلله الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران گرامی، الله همتان نگهبان باشد. شروع میکنیم به قصه پیامبران. و پیش از اینکه قصه پیامبران را برای شما آغاز کنیم، اولا آفرینش آسمان و زمین را برای شما قصه میکنیم و اولین مخلوق خدا را برای شما قصه میکنیم. اولین چیزی که الله سبحانه و تعالی آفریده است، این عرش است. اولین مخلوق الله عرش است. یعنی 50,000 سال پیش از آفرینش آسمان و زمین، الله سبحانه و تعالی عرش خلق کرد. و بعد از عرش الله سبحانه و تعالی قلم خلق کرد و قلم به زبان آمد و به قلم دستور داد که بنویس. قلم گفت چی بنویسم؟ گفت بنویس آنچه که تا روز قیامت شدنی است. و به درستی ما هر چیز به اندازه آفریدیم. و بعد از اینکه بعد 50,000 سال بعد الله سبحانه و تعالی زمین و آسمان خلق کرد. و بعد از آن زمین و آسمان الله سبحانه و تعالی در 6 روز خلق کرد. ولقد خلقنا السماوات والارض فی 6 ایام. و بعد از اون کوه ها را، زمین آرام نبود، زمین در حرکات بود. الله سبحانه و تعالی کوه ها را مثل میخ در او چکید و بحرها را الله سبحانه و تعالی آفرید و درخت و نباتات و حیوانات و حشرات و پرنده و چرنده و هر چیزی که در دنیا هست آنها را الله سبحانه و تعالی آفرید. و بعد اولین مخلوقی که الله سبحانه و تعالی در روی زمین آفرید بعد آفرینش آسمان و زمین، این جن ها بودند. جن ها در روی زمین فساد بسیار کردند. بسیار در روی زمین فساد کردند. الله سبحانه و تعالی برای عذاب آنها ملائکه ها را از آسمان فرستاد و ملائکه ها تعداد آن قسمی از آنها را حبس کردند و قسم دیگرش از زمین راندند به پهنای بحرها. و الله سبحانه و تعالی اراده کرد که در زمین مخلوق نو بآفریند. اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. و ملائکه ها الله سبحانه و تعالی گفت که من در روی زمین خلیفه می آفرینم. یعنی خلیفه زمین جن ها بودند. اینه که خلیفه الله نه، خلیفه زمین. اینی جاعل فی الارض خلیفه، در زمین خلیفه می آفرینم، نه خلیفه خود. و ملائکه ها گفتند که قال اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. یا الله، باز مخلوق می آفرینیم مثل جن ها در روی زمین فساد کنند. اگر مقصد از عبادت باشه، ما تو را به پاکی تسبیح میگوییم و عبادت میکنیم. الله گفت که چه؟ قال اینی اعلم ما لا تعلمون. چیزی که من میدانم گفت شما نمیدانید. شما نمیدانید که من از ذریت اینها پیامبران، صالحین، صدیقان، شهدا، عابدین، صائمین و بندگان صالح دیگر ما می آفرینم که همیشه در عبادت من قائمند و همیشه به خاطر من زندگی میکنند. و الله سبحانه و تعالی با ملائکه دستور داد که رفته از چند نقاط زمین خاک بیارد. یعنی از چند نمود خاک ها جمع کند و بیارد. و این ملائکه رفت از چند نمود خاک جمع کرده آورد. برای همین هست که و انسان رنگش مختلف است. بعضی سفید، بعضی سیاه، بعضی زرد، بعضی پاک تینت و بعضی درشت تینت و بعضی ها ملائم تینت، دلسا، پاکدل و بعضی ها بیرحم و سنگدل هستند. برای همین انسان از خاک مختلف آفریده شده. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین. و ما انسان هم میگه به درستی از خاک های مختلف آفریده، از رنگ و بار مختلف. و خاک تبدیل بلای شد و الله چهار کرد؟ شروع کرد به صورتگری آدم علیه السلام و آدم از صورتگری کرد و در همونجا لای به خاک شد. بوی بد داشت، بوی بدش رفت و ملائکه ها به او نظر میکرد. زمانی که در او روح دمیدگی نبود، ملائکه ها نظر میکرد و از او در حراس بودند و در فکر بودند که این چی مخلوق است و چی کار میکند. و ابلیس هم، همین شیطان لعین، همین ابلیس می آمد و او را میدید و از او در حراس بود، میترسید و گرد او دور میزد، در اون شکمش میدرآمد، میبرآمد و به ملائکه ها میگفت که این یک مخلوق کاواک هست و الله شما اینگونه نیست. و اگر در این جان دمیده شود و این بر ضد من جنگ کند، حتما من او را مغلوب میکنم و نیستش میکنم. کبر خود ایشان میداد. و الله سبحانه و تعالی در آدم علیه السلام روح دمید و چشمهاش، روح در چشمهاش در آمد، نگاه میکرد. چرا نگاه میکرد؟ ناز و نعمتهای بهشته. وقتی که روح در بینیش رسید عطسه زد. ملائکه ها گفتن بگو الحمدلله. آدم علیه السلام گفت الحمدلله. الله سبحانه و تعالی در جوابش گفت یرحمک ربک،
پروردگار تو بهتر رحم میکنه. و وقتی که روح در شکم آدم علیه السلام رسید، آدم علیه السلام چیکار کرد؟ گرسنگی سخت احساس کرد و با شتاب از جایش خست و به سوی میوه های بهشت دوید و از آنها میخورد. برای همین آدم از شتاب آفرید، از عجله آفریده شد. در حال عجله کردن دوید بر سوی ناز و نعمت های بهشت و از آنها خوردن شروع کرد. و آدم علیه السلام از آن نعمت های بهشت میخورد و در اونجا تنها بود و با خود میگفت چگونه در این قدر ناز نعمت ها تنها باشم. و در حالی که خواب بود، آدم الله سبحانه و تعالی از قبرهای چپ او برای او همسر آفرید. وقتی که آدم علیه السلام از خوابش بیدار شد، گفت، نگاه کرد در بر خودش یک زن. گفت تو کی هستی؟ گفت من حوا هستم. گفت تو را کی آفرید؟ گفت الله آفرید. برای چی آفرید؟ گفت برای آرامش تو آفرید، اینکه در کنار تو باشم و تو را آرام کنم. و آدم علیه السلام همراه حوا در بهشت سیر میکرد. ملائکه ها از او پرسیدند این کی هست؟ میخواستند که آدم علیه السلام بسنجند که آیا دانا هست یا نه. آدم علیه السلام گفت این حوا هست. گفت برای چی حوا؟ گفت برای که از جسم زنده آفریده شده است. پس آدم علیه السلام وقتی که الله سبحانه و تعالی آدم علیه السلام که آفرید، پشت او را محض کشید و تمام ذریت او از پشت او بیرون برآمده. تمام ذریت از پشتش بیرون برآمده و از همون زمان، از اول دنیا تا روز قیامت، چقدر انسان‌هایی که در روز به دنیا می‌آید، الله سبحانه و تعالی همه آنها را از پشت آدم علیه السلام بیرون برآورد، ارواح آنها، و از آنها پیمان گرفت. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهیدنا. و به درستی الله سبحانه و تعالی از فرزندان آدم وقتی پیش محض کشی ذریتش برآمد، از آنها پیمان گرفت آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن بله تو پروردگار ما هستی، ما شهادت میدیم که تو پروردگار ما هستی. الله سبحانه و تعالی برای چی کار کرد؟ ان تقولوا یوم القیامت ان كنا عن هذا غافلین. با نگید در روز قیامت که نه تو از ما پیمان نگرفته بودی، تو ما را نگفته بودی که ما پروردگارت هستیم. همون ایمان فطری هست که در قلب هر یک انسان هست. همون ایمان فطری است که همیشه در دل تمام مؤمن و کافر همین قلب گواهی میده که الله یک و یگانه هست، الله وجود دارد، پروردگار وجود دارد. ولی انسان تابع نفسش می شود، تابع هوا و هوسش می شود و از این رو میگرداند. اکثر انسان ها رو میگرداند. آدم علیه السلام همراه همسرش در بهشت سیر و گشت میکردند، از نعمت های او میخوردند، مینوشیدند و الله تمام نعمت های بهشت برای آنها حلال کرده بود بغیر از یک درخت، که تمام نعمت های بهشت برای آنها حلال کرده بود بغیر یک درخت. این به خاطر امتحان بود. او چی درخت بود فقط الله میداند. کسی درباره او درخت چیزی هم نمیداند و کسی یگان پیامبر چیزی درباره او درخت گفته نیست نام او درخت چی هست. الله نه تنها به او درخت، از او درخت خوردن، حتی نزدیک شدن به او درخت حرام کرده بود. در برنامه آینده ان شاء الله درباره چگونه آدم علیه السلام ابلیس و دلهما بغرور، چگونه او را در فراموشی انداز، چگونه مام حوا را وسواس کرد و چگونه چی کارها رخ داد و حادثه بعدی چی شد. ان شاء الله این را در برنامه آینده برای شما بیان می‌کنم.